امام صادق می‌فرماید فقیه حاکم وقتی بر اساس مبانی ما دستور داد، کسی که حکم او رو رد کنه حکم ما رو رد کرده. ویدیویی که در ساعات اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شود نشان می‌دهد که استادان حوزه علمیه قم چگونه به حامیان حکومت برای زدن تهمت و اتهام دروغین به مخالفان حکومت مجوز شرعی و اخلاقی میدند. میگه کسی که مقابل فقیه حاکم وایسه دین نداره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت، ایشون یه روایت از کافی خوند، گفت ببین کسی که کتباً، زباناً و عملاً با فقیه حاکم مخالفت کنه فاسقه و کارهایی که نکرده هم میشه بهش نسبت داد و در جامعه پخش. این خیلی خطرناکه شده. کارهایی که نکرده یعنی چی؟ یعنی هیچ حرمتی نداره. بله آفرین. یعنی تهمت یعنی همین، یعنی کارهایی که نکرده. خیلی حرف. اینقدر حکومت اسلامی مهم. وقتی میگید حفظ نظام اوجب واجباته، وقتی میگید آقا تو حرم امام رضا 2-3 سال پیش فرمودن چی؟ هم 1 فروردین فرمودن اولین و مهمترین معروف خدا ایجاد و حفظ حکومت اسلامیه.